آخیش ای جونم، هیچی مرغ ایرانی نمیشه. عجب گوشتی داره لامصب. آخیش آخ جون. الو یعنی نام. حسن تونی باز چی داری کوفت میکنی؟ اهلا آقا شمایید. من تنها چیزی که کوفت میکنم غم و غصه شماست عظما. حسن لاچردار، هوا پسه، بلند شو اونجا یه عربده چیزی بکش، یه خودی نشون بده. اینقدر نخور میترکی ها. اون شیچم تو داری یا قبرستون مرغ و گوسفند؟ بله باشه عظما باشه. الان یک خودی نشون میدم که صفا کنی. آهای نفس کش. آهای عظما بابا جون منه. پول و پلم برام فرستاده، میزنم شل و پلتون میکنم ها. آورین طیب الله. ای داد ای بیداد. چی شد حسن؟ عظما ناو آوردن ناو. ببند و دهن لامصب تو. بشین همونجا مرغ تو کوف کن، ساکت باش. عظما من کف پای شما رو میلیسم، پس چرا کاری نمی کنیم؟ بسیجیا میگن موشکی که شلیک نشه فرقی با تیراهن نداره. میگن پس اون حسن خرسه چه غلطی داره میکنه؟ عظما من دیگه تا کی برم هی انگلیسی بلغور کنم، هی بگم کامیونیکیشن برد؟ والا به خدا دیگه منم دارن دست میندازن. زبونم ناسور شد از بس کف پای بسیجی ها رو لیس زدم. حسن هلو حسن، لاکردار بلند شو یه تکونی بخور، حداقل یه سنگ نمادین پرت کن، یه سوزنی بنداز، یه کاری بکن. ای بابا عظما بازم ناو آوردن. عظما دست از پا خطا کنم میزنن یه وریم میکنن ها. اون موشکای حاجی زاده چی شد؟ بگو اونا رو بزنه. فقط بلد این مرتکه خطای انسانی کنه. خفه بکش رو زیپو. تو امور داخلی ما دخالت نکن. تو خودت موشک بزن، اما نگو من گفتم. بگو مستقلم. بابا ولی همه دنیا میدونن که نون و آب و حقوق و موشک و همه چی ما من الجمهوریت الاسلامیت الایرانیت. بالاخره بزنم یا نزنم؟ خب بابا هم بزن هم نزن. یعنی چه؟ عربیش چی میشه؟ ای وای حسن آخه بد جوری گیر کردم. بزنیم که آتیش میفته به عبا و قبا و خلاص، نزنیم که شرشر را میفته و بعدش هم فتنه و اختشاش تو کف خیابونا. ای امام بیا منو از روی این اره‌ای که نشستم نجات بده. بد جوری گیر کردم.